سلام رفقا. امروز میخوام درباره چت جی پی تی صحبت کنم، یکی از قوی‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی. این مدل میتونه به سوالات شما جواب بده، متن‌های خلاقانه تولید کنه و حتی کدنویسی کنه. حالا سوال اینجاست چطور میتونیم از این قابلیت‌ها درآمد کسب کنیم؟ اولین روش فریلنسریه. میتونید در سایت‌هایی مثل فایور و آپورک خدماتی مثل نوشتن محتوا و تولید کوکشن ارائه بدید. دومین روش ایجاد و فروش دوره‌های آموزشی درباره چت جی پی تی. این کار میتونه در پلتفرم‌هایی مثل یودمی خیلی موفق باشه. سوم، نوشتن و فروش کتاب‌های الکترونیکی. با کمک چت جی پی تی میتونید کتاب‌های جذاب بنویسید و روی آمازون بفروشید. چهارم، کسب درآمد از وبلاگ و سئو. با نوشتن مقالات با کیفیت میتونید از تبلیغات و همکاری در فروش درآمد داشته باشید. و در نهایت، طراحی چت‌بات‌های هوشمند برای کسب و کارها. این چت‌بات‌ها میتونند خدمات پشتیبانی خودکار ارائه بدن و به کسب و کارها کمک کنند. پس با چت جی پی تی میتونید به راحتی درآمدزایی کنید.